بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله تعالی در روز قیامت می فرماید: ای فرزند آدم، مریض شدم و به عیادتم نیامدی. بنده در جواب می گوید: پروردگارا، چگونه تو را عیادت می کردم در حالی که تو پروردگار جهانیانی؟ الله تعالی می فرماید: آیا خبر نداشتی که فلان بنده ای من مریض شد و به عیادتش نرفتی؟ آیا نمی دانستی که اگر او را عیادت می کردی مرا در آنجا می دیدی؟ ای فرزند آدم، از تو غذا خواستم و به من ندادی. در جواب می گوید: پروردگارا، چگونه تو را طعام دهم در حالی که تو پروردگار جهانیانی؟ الله تعالی می فرماید: فلان بنده ای من وقتی که از تو غذا خواست به او غذا ندادی. آیا نمی دانستی که اگر به او طعام می دادی پاداش آن را نزدم می یافتی؟ ای فرزند آدم، از تو آب خواستم و به من ندادی. انسان می گوید: پروردگارا، چگونه به تو آب می دادم در حالی که تو پروردگار جهانیانی؟ الله تعالی می فرماید: فلان بنده ای من از تو آب خواست و به او ندادی. آیا نمی دانستی که اگر به او آب می دادی پاداش آن را در نزد من دریافت می کردی؟